تکیه خانه ها یا هم معابدی عبادت خانه های ادیان دیگر خراب شود؟ ابدا. یک مسئله که زیاد مطرح میشه مردم میگن که میلاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بدعت است. یعنی میگن که میلاد بدعت هست، تجلیل از میلاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگن. آیا این واقعیت دارد؟ این درست است؟ ببینید ما اصلا تا هنوز کدام تجلیلی که تجلیل بوده باشد و چیز بوده باشد نکرده. اما در بعض مملکت ها یک رسم و رواجی هست، روزی میلاد رخصتی اعلام میشه و باعث راحتی مردم میشه در خانه هایشان، اطفال خوش میشن و بعضی شیرینی ها و بعضی چیزا توضیح میکنن. تعداد کسانی که گفتن که میلاد بدعت است، تجلیل نکنیم از میلاد پیغمبر خدا، مانند هر روز وای هست این مسائل را تجلیل کردن، یعنی گفتن که این روز میلاد است و یک نانی بکنیم و یک چند نفر جمع شدیم این بدعت است و با هم نشینیم و درود فرستادن برای پیغمبر خدا در هر روز هست و این مسائل اینها بگذارن. آیا گپشان درست است؟ این گپی از اینا درست نیست. گپی از اینا گپی فاقد معنا، فاقد ارزش است. اما دلایلی دارن، دلایل میگن. دلایلشان چی است؟ مثلا مقصد از این گپ چی است؟ مقصدی که ما مطرح میکنیم چی است؟ باور بکنیم که اینمی دلایلی که اینمی یک تعداد در هر مناسبت برای محکوم کردن میلاد پیغمبر خدا مطرح میکنند، عین دلایلی است که انتحار و انفجار به اون صورت میگیرد. عیناً این را علاج بکن، دلیل این را در این مسائل تضعیف بکن که تا اینکه جلوی اون مسائل دیگر را در حقیقت بگیری، حداقل دروازه تأمل را باز بگشای که انسان فکر کنه یعنی چی تو هست. اینا میگن که چیزی که اول دلیلشان، چیزی که پیغمبر خدا نکرده و صحابه نکرده ما چرا بکنیم؟ چیزی که پیغمبر خدا نکرده، آیا پیغمبر خدا میلاد کرده است خودش تجلیل کرده؟ نکرده. آیا صحابه این کار را کردن؟ نکردن. تابعین کردن؟ نکردن. سلف امت کردن؟ نکردن. خیلی چرا این کار را بکنیم؟ این دلیل آیا دلیل معقول هست؟ دلیل معقول نیست. بسیار چیزا بود که در اون وقت نکردن. بسیار چیزا بود که پسان پیدا شد. از آن طرف لاسفیکر میگه از آن یک مسئله دینی هست یا نیست؟ دینی هست. خود در اون وقت ندارد. خود تو بیا بگو چی بدعت میکشید که لاسفیکر را نصب میکنه؟ بریم نیستی معذره از یک طرف بلند از آن را رفتن بگیره، خلاص قضیه حل است دیگه. این مسئله چی است؟ این مسئله مکتب وجود داشت. این دلیل اینمی گپی که اینها میگویند که میلاد بدعت است به خاطر که صحابه نکردن، این دلیل کسانی است که به اونم دلیل کسانی میگن زمان چرا مکتب بخوانند تعلیم بکنند. پیغمبر در زمانش زنان مکتب خواند، در زمان صحابه زن مکتب خواند تعلیم کرد؟ نکرد. وقتی که نکرد چرا بکنند؟ پس ببینید مشابهت دلیل را این دلیل هست. از این منطق و یک مشکل دیگر از این دلیل پیدا بشد، این که بگویی که هر کاری که صحابه نکردن ما نکنم، این خلاف یک قاعده عقلی معروف است. ما یک قاعده داریم میگوید که الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل در چیزها مباح است. به هر چیز دلیل نیست به هر چیز یک دلیل بکشید. اصل مباح است، مگر چیزی که شریعت بیا برای تو حرام بسازد. الا ما حرمه الشرع، چیزی که شریعت حرام بسازد. آیا از پیامبر خدا دلیل وجود داره گفته باشه شما تجلیل از میلادی نکنید؟ نه. آیا از قرآن صحابه دلیل وجود داره گفته باشه که میلاد پیامبر را تجلیل نکنید؟ نه. آیا از امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد و امام شافعی از دلیل وجود داره که گفته نکنید؟ نه. خب پس ما بیایم به هر کار باید یک سند بکشیم. یعنی این ایثار منطقی خرابی است. این منطق کسانی هست که میگن که هر کار را نکنید. چرا نکنید؟ سند نداری از شریعت. ما باید در زندگی، در راه رفتن، در خوردن، در نوشیدن، در چیز سند بکشیم. این ایرانی منطقی است که با ایرانی منطق زن در یک طرف را پرسان داره تو زنی کیستی؟ این نفر کمرای که هستی کی است؟ این منطق را نتیجه بده. توجه است؟ پس فرقی ما وقتی که مسائل را تحلیل میکنم اون صوفی پراوخور منطق من نیست. ما بخیزیم از اون منطق رو حالت باشه که بیاین یک خیزک بزنید چند رو بودیم یک خیزک هم بزنید پیسه و نه.
منطق را باید مطرح کنیم و این دلایلی که این مطرح میکنه این ظاهرگرایی اینه که مشکلات برای خود دارد. این مسائل دارد. اصل گمان نیک برای مسلمین هست، اصل خیر هست، اصل بهبودی هست. اصل این است که هر چیز برای انسان مباح است مگر چیزی که شریعت حرام ندارده باشد. خب بسیار خیالتون بگو که پیغمبر گفت آیسکریم در وقت صحابه آیسکریم خورده بودن. تو ببین عنصرش اگر در جیلاتین خوب و چیزا کرد از حرام میشود، اگر نیست حرام است. بر علاوه از این فعل خیر آیا خداوند میگه وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، شما خیر را بکنید تا اینکه فلاح و رستگار شوید. آیا خیر عبارت از این چند مسائلی خاصی هست؟ یعنی نماز اجرایی میخوریم یا که خیر یک چیز عامی هست؟ اگر تو بگید خیر در بابین امت عبارت از این نماز و روزه و چند چیزی شرعی هست، غلط کرده این. پس دروازه هم پس بیان که دیگه خیر وجود نداشته. خیر چیزی عامی هست، تعلیم دادن، کمک کردن، همکاری کردن، مسائل خیلی هست. متوجه هستید؟ بیشتر مولانا صاحب زهیر یک چیزی را شما یاد کردیم، مثلا چیز زیبایی بود گفتی در یک مسجد در بدوی نام گرفتن، گفتن که از چی میکنن؟ استادا تعیین میکنن که برای مردم رانندگی را یاد بدن، برای کسانی که نو میآیند. کاری خیلی هست. متوجه هستید؟ این خیرها آیا کلش اینا ثواب نیستن؟ ثواب هستن. پس تو برای هر کدامی از این تو بیای بگو خیر نکن که بدعت است، بدعت است کنه بشود. این مثلا این دلیلشون باطل شد. میگم که من اینجا حدیث است میگم من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد. کسی که در امر ما یعنی در دین ما چیزی را ایجاد بکنه که از جمله از اون نیست، رد هست و تجلیل از میلاد نبی از جمله دین ما نیست، پس مردود هست. میگه ما برش میگیم که یک کم فکر بکنم. پیغمبر خدا چی گفته است؟ گفته است من احدث فی امرنا ما لیس منه. تو از کجا ثابت کردی که لیس منه هست؟ تو از کجا ثابت کردی که پیغمبر خدا گفته است که در دین ما چیزی را زیاد بکنه که از جمله از اون نیست؟ تو از کجا ثابت کردی که عمل خیر این تجلیل گرفتن از این مسائل، تجلیل کردن، نام دادن برای فقرا، این مسائلی که صورت بگیره، ذکری که میکنی، سیرت پیغمبر خدا را یاد میکنی، مسلمانان را خوشنود میسازی، از کاری که برای حکومت ها میکنن یک روز رخصتی برای به مناسبت میلاد نبی برش میگی. طفلی که زیر بار هست یک روز مثلا رخصتی را با میکروسکوپ میبارد به مناسبت میلاد نبی رخصتی را میگیرن و میشنوه که مردم به مناسبت های دیگر رخصتی دارن که این کار را میلاد نبی را تو رخصتی برش میسازی. این آیا خیر نیست؟ از جمله دین نیست؟ از جمله خیر هست، از جمله دین هست. پس تو از کیا ثابت میکنی تو ما لیس منه؟ زمانی تو میدانی بگویی که ما لیس منه که تو دلیل صریح داشته باشی که معنی کنه تجلیل از میلاد نبی را و نداره. و اما از اینکه علمای زیادی، علمای امت، فقها اینها یک دفعی دیگر روز فتوای مرگان صادر کرد دفعی میشنم میگه که ولی این را عادت فاطمی ها بودن. عادتی بوده که در مصر دولت فاطمی اسماعیلی این را انجام میدادن، دولت فاطمی اسماعیلی را کردن بگیرن. چیزهایی است که فرهنگی هست. یک چیزی صورت گرفته او خود نیامده ایجاد کرده باشه. یک جای یک عادت داره، یک جای نوروز داره، یک جای تجلیل نوروز داره. حالا نوروز اگر به عادت مجوسیت بگیری و زردشتی بگیری خب حرام هست همون یک باشی، اما به نیت فرهنگی بگیری خب چیز معمولی هست. پس تو چطور میای اینمون کسانی که این چیزا را این بگن اونم کسانی است که در نوروز هم اینها مخالفت میکنن. خواه گفتی بسیار خوب در نوروز مخالفت کن، نوروز هم خواه. این جشن استقلال را چی میگویی؟ جشن استقلال نمیتونه فعلا حرام بگن. اگر در دستش کمی قدرت بیاد فرصت اونم حرام بگن. روزی تجلیل روزی مادر هم حرام شده. اولا در اسلام هر روز مادر است. بله هر روز مادر است. خب بالاخره چند بار کافر جمع شده یک روزی رو تعیین میکنن به مادر تحفه میدن. خب کسی کو نگفته که تو اگر رکعت گناهکار بشی، اگر تو گرفتی یک کاری انجام دادی، یک تجلیل چیه، انسان ها مشترکات زیادی دارن. این چیزا در بابای انسان ها مشترک است. عجیب نیست بعد یک روزی مادر چیزا رو محکوم بکنید، از ترکیه خودت آب بازی کردن میرسانید به اروپا، به خاطر اروپا میایید.
و توی این چیزا رو با اینجا با گروه‌های مختلف بعد تو میری ذهنیت انسانی مسلمانی که در داخل کشورهای هست از اینجا تو فاسد میکنه، از اینجا تو گپ میذاره از طریق رسانه، از طریق دیگه، از طریق دیگه جنجال و وارد و محترم برپا میسازی و چی خوانده؟ خواندنش هم از این پرسان بکنید بسیار با معذرت کسی که غلام سکی نداشته، غلام سکی در بغل احترام داره من آلمانی درس می‌خونم. از غلام سکی در بغل کشاورزای وطن تو بیان سنتیام میگه. او چی می‌خونه؟ اینا را که وقتی می‌بینی علمیتش هم به همیشه. نه علم، نه دانش، نه کتاب، نه خواندن نداره. این کل این گپ‌های است که زاره 200 سال پس پیش از این علمای بزرگی در امت وجود داشتن. اما خرافات و تجلیل از میلاد نبی به معنی این است که خرافات صورت نگیره. خرافات در هر حالت هست. خرافات کی میگه؟ آیا خرافات مربوط به صوفی ها هست فقط؟ خرافات مربوط به شیعه هست فقط؟ خرافات سنی نداره؟ سلفی خرافات نداره؟ حنفی نداره؟ هر ملتی داره خرافات. خرافات در هر جا هست. عربستان سعودی داره منهج خاصی داره، فکر میکنه دنیا به گروه گلزار است یعنی میگن بدعت است. آیت حدیث میگه هر چیزی که بدعت باشه در دین پس این چیزا بدعت است. ببینید بدعت معروف است، بدعت حسن است، بدعت سیئه است. پیامبر وارد حدیث من سن فی الاسلام سنة سیئة، سن کلمه سن میگه کسی که در اسلام سنت میگه که سنت حسنه بکنه، من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن فی الاسلام سنة سیئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها. خواه پیامبر برای کلمه سنت را به کار برد، نه؟ سنت خوب، سنت بد، روش خوب، روش بد. این را سنت خودش مراد داشت؟ نه، سنت خودش نبود خوب. بیان نکرد. گفت کسانی پیدا میشن که روش‌های خوبی را انجام بدن، سنت حسنه انجام بدن، سنت نیک انجام بدن، سنت نیک از اونها را شما بگیرید. پس وقتی که در مابین امت‌ها یک چیزهایی میشود که سنت‌های خوبی هست، سیمینارها میکنید، تجلیل از اشخاص میکنید، عرسی میگید از اشخاصی را منتها در اشتها غلوب نکن، از این به شکل درست استفاده بکن. حالی مثلا میاد روز عید در وطن ما شما اول نماز عید خلاصش میدید یک قطار در اطراف در افغانستان تخم جنگی شروع داره. ما این از باطل بکنیم بگیم که عید نکنید به خاطر اینکه یک تخم جنگی صورت گرفته سر قمار شما چی میکنید؟ نمیشم که نمیکنید. همین قسم حضرت علی از حضرت علی که خوبتر بگم آمدن بابای امام ابو حنیفه رحمة الله علیه و پیشی حضرت علی یک فالوزه آمد. فالوزه در کتاب معروف است ابن ابی شیبه نوشته کرده است. گفت که چی است؟ گفت این یک چیزی ما در نوروز میکنیم. گفت نوروزمون کل ایام هر روز خیلی که مزه‌دار باشه فالوزه هر روز برای ما نوروز کردن میگیریم. حضرت علی یک صحابه بزرگ خودش را با مشکل نمیندازه. چرا تعلق به نیت ها داره؟ نیت سو داشتی، نیت بد داشتی، بت را نصب کردی، آتش را پرستش کردی، نظر کردی، حرام کار کردی، نکردی. خداوند دین مشقت است را معنی کنه. باز خاصتا تجلیل میلاد پیغمبر خدا صلی الله علیه و که خود پیغمبر خدا گفتن روزی دوشنبه را روزه میگرفتن. گفتن پیغمبر خدا چرا تو در روزی دوشنبه روزه میگیری؟ ذاک یوم ولدت فیه و انزل الیه، یعنی تو حدیث است او کما قال، یعنی گفت این روز اسم داری تولد شد. پیغمبر خدا در روزی دوشنبه تولد شد از 12 ربیع الاول از سال فیل و در روزی دوشنبه وفات کردن. یک کتاب میگن که خواه این سوگواری میکنن شما یا جشن میگیرید. نه جشن گرفتنی مطرح هست، نه سوگواری مطاعی مناسبت ها را منظوری من از این نیست که شما را بگم که بدین آلی جشن میگیرید نمیگیرید. نه، مقصود این بود که از این گپ که دلایلی که مطرح بشه اگر عمیق فکر نکنید از این دلایل بسیار چرا مشکلات دیگه پیدا میشه، بسیار مشکلات پیدا میشه. این دلایل تکفیر کردن و شرک گفتن است که در دهها مجالس میلاد نبی تجلیل نبی انتحار صورت گرفت. این انتحارها با چی صورت گرفته است؟ این انفجارها با چی صورت گرفته است؟ اساسا این تشدد هست. یک نفر را کنترل کرد. سعی تو عالم است میگه برو خیر است این مسائل را نکنید. یک نفر جوان دیگه است غلط میفهمه. جوانایی که در اروپا هستن مثلا غلط میفهمن. جوانای اروپا مثل ما شما مردم افغان‌ها ولی چیز ندارن که گپ را برو تیر بگونه. این نگه که یا این رقم یا چپ یا راست یا سیاه یا کبود. وقتی گپ را برش گفته که این درست نیست میگه خیلی خلاص درست نیست. خیلی حرام است، خیلی خلاص حرام است. با خانواده‌اش جنگ میکنه، با دیگه جنگ میکنه، با مشکلات ایجاد میکنه. میبینید که دو نفر دیگه رو تحریک میکنه، در کشور دیگه میره خودش میکفاره. خلاص بازی استخباراتی صورت میگیره. پس این دلایل منع کننده تجلیل
در خصوص میلاد نبی صلی الله علیه و دلایل بسیار مشکل است و هدف از این نیست که بر حتما برات تجدید بکنه که کار شخصی خودش است. ما بدعت نمیگوییم چی داره، ولی ما میگوییم که این مردم متوجه دلایل باشه و هدف اصلی من این مسئله بود. پس از ظاهر پرستی زیاد و از این مسائل دوری بجوییم، سبب مشقت در دینتان بشود، مشقت را از دینتان دور بکنید. رسول کریم صلی الله علیه و آله عزیز علیه ما علیکم است، رؤوف است، رحیم است و حریص بر مؤمنین هست و خداوند متعال او را شفیع ما در روز آخرت بگرداند. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین انه هو الغفور الرحیم.